رابطه عاطفی یکی از عمیق‌ترین نیازهای انسانه. ما انسان‌ها نیاز داریم دیده بشیم، دوست داشته بشیم و حس کنیم برای کسی مهم و ارزشمندیم. اما گاهی رابطه‌ای که با امید، اشتیاق و عشق آغاز میشه، کم کم یه شکل دیگری به خودش میگیره. به جای آرامش اضطراب میاره، به جای رشد فرسودگی و به جای حمایت کنترل یا بی‌توجهی میاره. به چنین رابطه‌ای رابطه ناسالم یا رابطه سمی گفته میشه. هدف از این ویدیو اینه که به زبان ساده بیان کنیم رابطه ناسالم دقیقاً چیه، چه نشونه‌هایی داره، درک کنیم چرا رها کردن چنین رابطه‌ای دشواره و در آخر یاد بگیریم چگونه به تدریج و با کمترین آسیب از اون خارج بشیم. با ذهن بنفش همراه باش. در ابتدا خوبه که یه تعریفی داشته باشیم در مورد اینکه رابطه سالم و ناسالم چه شکلیه. توی یک رابطه سالم هر دو طرف احساس امنیت دارن. نیازهای هر دو دیده و محترم شمرده میشه. اختلافات با گفتگو حل میشن و هر دو طرف حق رشد فردی دارن. ولی توی رابطه ناسالم احساس اضطراب دائمی وجود داره. مدام نگران از دست دادن طرف مقابلیم. کنترل، وابستگی یا محدود کردن بسیار دیده میشه. بی‌احترامی کلامی یا رفتاری هم وجود داره، مثل تحقیر، تمسخر، بی‌تفاوتی، قهرهای طولانی و همچنین احساس گناه دائمی یه حس پایدار توی این رابطه. انگار همیشه شما مقصرید. و همچنین از ویژگی‌های ثابت این رابطه اینه که برای راضی نگه داشتن طرف مقابل خودتون رو حذف می‌کنید. بیاین ادامه این موضوع رو با یه مثال بررسی کنیم. مارال و سامان الان حدود 7 ماهه که با هم دیگه وارد رابطه شدن. مارال 26 ساله و سامان 28. اول رابطه سامان بسیار مهربون و توجه‌گر بوده. پیام‌های عاشقانه، زنگ‌های زیاد، وقت گذاشتن‌های مداوم و همه چیز کامل به نظر می‌رسیده. اما بعد از چند ماه که از شروع رابطه میگذره، سامان شروع میکنه پرسیدن سوالهای کنترلگرانه، مثل اینکه کجا بودی، چرا دیر جواب دادی. از مارال میخواد کمتر با دوستاش رفت آمد کنه و هر موقع که مارال ابراز ناراحتی میکرد در مورد این موضوع، سامان میگفت اگه واقعا منو دوست داشتی اینطوری رفتار نمیکردی. کم کم مارال همه فعالیتاشو جوری تنظیم میکنه که موجب ناراحتی و دلخوری سامان نشه، مثل لباس پوشیدن، تایم گذروندن با دوستان، فعالیت‌های روزمره و حتی خواب و خوراکش. حالا نتیجه چی شده؟ مارال بعد از این مدت تبدیل میشه به یه دختری که همیشه نگرانه، اعتماد به نفس پایینی داره و احساس کرده خود واقعیش رو گم کرده. اگه این کیس رو بخوایم از جنبه روانشناختی بررسی کنیم، مارال به تدریج یاد گرفته ارزش خودش رو نه از درون بلکه از رضایت سامان بگیره. توی روانشناسی به این موضوع میگن وابستگی عاطفی ناعمه. اگه از نظر جنبه احساسی بخوایم بررسیش کنیم، احساس عشق اولیه تبدیل شده به ترس از ناراحت کردن طرف مقابل و وابستگی همراه با اضطراب. این عشق نیست، این یه عشق اضطرابیه. و اگه از نظر جنبه ارتباطی بخوایم این مسئله رو بررسی کنیم، ارتباط سالم همیشه بر پایه گفتگوه، ولی توی این رابطه ارتباط تبدیل شده به کنترل، توضیح دادن و توجیه کردن. برای پاسخ به این سوال که چرا رهایی از رابطه ناسالم سخته، بسیار از افراد میگن میدونم این رابطه برام خوب نیست اما نمیتونم جدا بشم. دلایل این موضوع واقعی و عمیقن، مثل یک، ترس از تنهایی. ذهن فکر میکنه بد بودن کسی بهتر از بیکس بودن و تنها بودنه. 2، امید به تغییر. فرد و ذهنش باور داره که شاید یه روز درست بشه یا شاید مجدد اون فرد تبدیل بشه به همون آدم روزهای اول رابطه. و مورد 3، خاطرات خوب اولیه است. مغز انسان خاطرات خوب رو پررنگ‌تر از خاطرات بد ذخیره میکنه. بیایم با یه مثال دیگه بحث رو ادامه بدیم. امیر چند ماهیه با دختری به نام نازنین توی رابطه است. نازنین بدون امیر احساس بی‌ارزشی میکنه و مدام این جمله رو بیان میکنه که تو همه چیز منی و من بدون تو هیچی نیستم. در ابتدا امیر این حرفا رو عاشقانه تصور میکرد، اما بعد از مدت نازنین مدام پیام میده کجایی، چرا دیر جواب دادی و اگه جواب نگیره تهدید میکنه اگه بری من خودم رو نابود میکنم. امیر احساس خفگی توی این رابطه پیدا کرده، مدام به فکر جدا شدنه اما جرأت این کار رو نداره چون میترسه آسیب ببینه یا مقصر شناخته بشه. توی این کیس وابستگی عاطفی شدید و علاوه ترس عمیق از رها شدگی وجود داره و ابزار کنترل توسط نازنین احساس گناهه. پیام پنهان توی این رابطه به این صورته که اگه منو ترک کنی آدم بدی هستی. این موضوع مدام توی ذهن امیر در حال چرخش و بررسیه. اگه بره آدم بدیه و اگه بمونه زندگیش نابود و فرساینده میشه، که توی علم روانشناسی به این موضوع میگن تله اخلاقی عاطفی. برای رهایی پیدا کردن از روابط سمی یه چند تا راهکار عملی رو باید با هم بررسی کنیم. 1، نوشتن واقعیت رابطه. یک کاغذ بردارید و بنویسید چه چیزایی باعث رنجش شما شده، چه چیزایی رو از دست دادید و چه ارزشایی رو قربانی کردید.
این راهکار به ذهن کمک میکنه که توهم همه چیز خوب بود از بین بره. 2. از خودتون بپرسید اگه دوستم توی چنین رابطه‌ای بود چه چیزی بهش میگفتم. وقتی از بیرون به موضوع نگاه کنیم همه چیز واضح‌تره و تصمیمات هم میتونه منطقی‌تر باشه. 3. مرزهای مشخص بذارید. قطعاً همگی ما برای روابطمون یه سری حد و حدود و مرز داریم. به زبان ساده‌تر مرز یعنی اگه این رفتار با من انجام بشه برام غیر قابل پذیرشه. و بعد از بیان کردن مرزهایی که براتون مهمه ببینید توی رابطه‌ای که هستید کدومش داره زیر پا گذاشته میشه. اگه تا اینجا این ویدیو با ذهن بنفش همراه بودی و این کلیپ برات مفید بود ممنون میشم با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنی. 4. ارتباط تدریجی کم کنی نه ناگهانی. این به مغز فرصت بازسازی میده و درد جدایی رو کمتر میکنه. 5. از افراد قابل اعتماد کمک بگیرید. قطعا وقتی وارد فرآیند جدایی میشیم جدایی از اینکه فرد مقابل آدم خوب یا بدی بوده یه روند دردناک رو تجربه میکنیم و برای کم کردن این درد بهتره که با روانشناس و افراد امن و ایمن زندگیمون صحبت کنیم. و در آخر قابل ذکره که دلتنگ شدن توی این فرآیند یه امر طبیعیه. دلتنگی یعنی رابطه برای من ارزش داشت ولی برگشتن مجدد درد رو تکرار میکنه. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ذهن بنفش بودی. اگه به دونستن مطالب روانشناسی علاقه داری پیشنهاد میکنم حتما پیج رو سابسکرایب کنی.